الو بله بیا خب بیا ببر دیگه. این میخوای یه قرون هم تخفیف؟ نه قیمت مقطوعه. میخوای ببر نمیخوای وقت ما رو نگیر الکی. غریب نوازه مبلا رو ورده ببر. سلطنتی ها رو بده اکبری. راحتی ها رو بده سکینه خورم خوب میخره. الو سه تا قاشق چنگال دارم اونا رو میخری؟ خوب میدم. خب خدا خوب میدم. به جان کاسه توالت هم دارم میدم. اون تخفیف هم رو شام کاسه توالت خیلی به درد نمیخوره. اون تخفیف هم میدم. حلال مشتری هم داشتی خودم بگو کارشو رو. یه میکروفون هم دارم دست نخورده. دست یه آقا گوینده بوده مموشی پسند. صبح اومده ویدیو میگرفته حواشی. آره اونم خواستی بگو من میپیچم ببری. جواب نمیده دیگه حاشیه نمیسازن. ما چیکار کنیم؟ زار زندگیمونو داره میفروشیم پول جمع کنیم. غریب نواز چقدر سر برام آشناست. انگار همین چند وقت پیش بود 3 میلیارد الکی چیز کرده. من را خودت جمع کنم. آقا بفروش همه رو بفروش که ان شاءالله دیگه یه درآمد داشته باشی. هم خودت جمع کن پسر. سلام به مموشیای عزیز. توی ویدیو امروز می‌بینیم که باز دوباره این مهیاره اومده با یه افشاگری عجیب. یعنی این آدم یه اتاق پر بایگانه داره از پرونده های همه با هم. این دفعه از احسان و داستان عشق و عاشقیش با یکی از عوامل پشت صحنه آویزون بازی جاوید برای نازنین بعد برنامه و بعد از اون همه دعوا و داستانی که داشتن. دعوای شدید عسل و یاسی در آینده و همینطور صحبت مهم درباره پنجلی و اینکه فحش‌های خارمادری که بهش داده ولی ادیتور زحمت کات کردنشون کشیده بوده. آقا بزن بریم. آقای سرجیو با 33 سال سن هنوز به بلوغ عقلی نرسیده. همش با شوخی‌های بی‌مزه داستان درست میکنه. حداقل شوخیش خنده‌دار بود. کی اولین بار به این آدم گفته تو بامزه‌ای؟ چرا باید به دختری که تازه وارد شده بگی من سینگلم؟ شوخید واقعا این چقدر تو مخه که آیدا که با در و دیوار ویلا هیچ فرقی نداره قاطی کرده سرش بالاخره. این ویدیو هم گذاشته نوشته که من اگه یکیو می‌خواستم واسه بقیه دم تکون بده سگ می‌خریدم. بارش حق. حالا این خانم جدیده که یاسی باشه و یاسمن و فرناز و عسل و سپیده زیاد باش حال نکردن، در ادامه هم یه دعوای اساسی خواهد داشت با عسل، چون بالاخره یاسی از ظاهر معین خوشش اومده و کرم‌های خواهد ریخت. یاسی گفته که اسم قسمت 42 رو بعد میذاشتن حسادت به شدت، چون یه سریا میگفتن این دختر جدیده رو ما گارد داره و یه جوریه و از این حرفا. یاسی هم گفته که من اگه با یکی حرف زدم یا نزدم بستگی به انرژی داشته که ازشون گرفتم و رو کسی گاردی نداشتم. کلا تو برنامه بچه‌ها که دیدین من با کسی صحبت نکردم، یعنی من از اون آدم خوشم نیومده و دلم نخواسته که اصلا حتی باش بشینم و هم کلام بشم. اگرم دیدین دارم با یکی صحبت میکنم و حالا مثلا جدا از جنسیت، چه دختر چه پسر، دارم باش صحبت میکنم، بدونید که از نظر من اون لحظه به من انرژی خوبی داده و وایب مثبتی داده، منم نشستم باش صحبت کردم. مهیاری افشاگری کرده از احسان و گفته که احسان داخل برنامه به روژان خیانت کرده. با کی؟ با یه خانمی در پشت صحنه. داستان اینه که یه دختری به اسم شقایق احسان و چند نفر دیگر برای شرکت داخل برنامه انتخاب کرده بوده و این شقایق یه خواهری داشته که احسان خیلی خوشش اومده بوده ازش. بعد تا به جای میرسه که عوامل پشت صحنه با احسان دعوا میکنن که تو حق نداره با کسی از پشت صحنه رابطه داشته باشی. راست میگن دیگه، مشت عوامل انداختن جلوی دوربین، جلوی صحنه دنبال رابطه باش. دیگه این که جلو هممون بود که تو رو کشوندن بردن گفتن برای چی با خواهر شقایق می‌خواستی شماره تلفن رد و بدل کنی. تویی که خودت میدونی من بارها کف اون برنامه گفتم چی؟ گفتم احسان از بچه کفتار صورت‌جلی خوشش نمیاد، باهاش حال نمیکنه. نه بچه‌ها، نه. ما یک کسی الان تو کامنت‌ها خوندم که خواهر شقایق جاجیج میگه نه بچه‌ها، اصلا شقایق یک کسی بود که ما رو برده بود توی این برنامه، اصلا ربطی به خواهر جاجیج نداره. اصلا من مسئله جاجیج الان پیش نکشیدم، لطفاً اشتباه نکنید. ما یک کسی ما رو انتخاب کرده بود برده بود توی برنامه به اسم شقایق. خب که این شقایق یه خواهری داشت دهه 80 هم بود. خب که این آقا اسی شما گیر داده بود به اون شقایق و به خواهر شقایق و اسی رو بردن پشت صحنه و بهش توپیدن، گفتن از اینجا با لگد میندازیمت بیرون، به بچهای پشت صحنه حق نداری کاری داشته باشی. راستی میدونستید سپیده خیلی از احسان خوشش میومده؟ گفته انتخاب اولش بود اصلا، ولی با خاطر اختلاف سنی انتخابش نکرده. در هر صورت مهیار میگه احسان فقط دنبال دختره فالوور بالا بوده. مثلا به سجاد امیدی هم مشاوره میداده، میگفته که تو باید بری با یاسی، چون این انسان معروفیه، انسان فیموسیه، دوست ربکا و واسه پیجت خیلی خوب میشه. سجاد امیدی یه جا میخواست با یکی از دخترها اوکیشه، همین احسان در اومد بهش گفت نه برو با یاسی جدیده که اومده، این دوست ربکا ایناست، این کلی فالوور داره، تو با فالوور برات مهم باشه که 4 تا عکس و فیلم با طرف میگیری، کلی بهت فالوور اضافه میشه. طرف اصلا اینستاگرامی نیست که تو الان بنکری روی میخوای اوکی بشی یا اینا. ناموسن دارم راست میگم ناموسن دارم راست میگم.
به جون مادرم دارم راست میگم. شاید باورتون نشه ولی جاوید بعد از سکته دادن سپیده و رفتن تو رابطه با اکسش بعد برنامه دوباره آویزون نازنین شده و خواسته که ببینتش. نازنین هم چتشون رو اسکرینی گذاشته که جاوید با اون صدای تراکتوریش به نازنین میگه Go what's up baby. Yo Breezy what's up how you doing. زنگ بزن بهم زنگ بزن کارت دارم. نازنین گفته که به زودی کل چت و تهدیدایی که از طرف جاوید شده رو منتشر میکنه. معینم اومده توضیح داده که داستان دعواش با پنجلی که ادیتور کلی کات زده بود و اصلا ما نفهمیدیم چی شده بوده. معین میگه که اینا به پشت صحنه وصلن و بهشون میگن چیا رو کات کنن و چیا رو پخش کنن. شب فینال با پنجلی اومد به من یهو چند تا فوش داده، گفت من از تو چی رو دست خوردم فلان حرفا. گفتم چرا؟ بعد شروع کردم فوش دادن این حرفا. بعد یه دعوامون شد و کلا نذاشتنش. حالا جالبه که همه بچه‌ها داشتن راجع به مسئله صحبت می‌کردن، منم کلا کفر شدم از مسئله، چون فوشای خیلی رکیکی به خانواده‌ام داده بود، من حالا نصفشو نشیدم. ولی دیگه دیدی که چه داستانی دارن با پشت صحنه که چیزایی که خودشون دوست دارن میذارن، خیلی برام عجیبه. همونجوری که دیشب فوشایی که اون آقا به من داده بود، فوشایی که به مادرم داده بود، فوشایی که به پدرم داده بود، همه رو کات کردن و دعوایی که من باش کردم همه رو کات کردن. چیزای دیگه هم مثلا دعوایی که بین من و مهیار پیش اومد اونم کات کردن. واقعا نمیدونم دادی اینا چه عقبیه و اینکه یک آدم توی اون سن و سال چقدر میتونه شخصیت کوچیکی داشته باشه که بیاد به خانواده من، به مادر من مثلا بخواد بی‌احترامی کنه. و اینکه این چیزا رو توی برنامه کات کردن، دیدید که بچه‌ها گفتن اینقدر این فحاشی سنگین بود که اصلا باید ببخشید اینا قابل پذیرش نیستش و کلا همینو کات خورد. حالا نمیدونم چرا اینا رو کات میزنن، چرا باید یهو بپرن از یه جای به جای دیگه. و حالا همین آقا به خاطر سنی که داشت خب کلی ازم معذرت کرد. گفتم خب دیگه جای برادر بزرگترم هم سن اونه، ولی هیچ وقت قابل قیاس نیست که برادر بزرگتر باشه. برادر خودم توی اون سن یه خانواده رو داره میگردونه، یه کسب و کاری واسه خودش داره، ولی اصلا قابل قیاس نیست. بخوام مثلا اینو با برادر خودم بخوام مقایسه کنم، یه احترامی یه جوری برادر خودم به خانواده خودم. ولی خب دارید می‌بینید دیگه یه چیزی کات می‌زنم که یه مشخصی داره چیه. حالا به خاطر این گفتم با ما مدیا نذارید. من توی برنامه اونجوری تحت فشار بودم، الانم که انگار همه‌شون با هم دستشون توی فاصله بوده. و به خاطر این مسئله بود، به خاطر فوشایی که داده بود و چند بار دیگه هم بی‌احترامی کردش. به فرقی زنگ زد، به خودم زنگ زد که آقا اومد استانبول، من بیا ببین الان صحبت کنیم. من فکر کنم که آقا شاید پشیمون این حرفا. بعد خودم نه ذات آدمو تغییر نمی‌کنه و فقط سنشون میره بالا. یکم از ظاهرا عوض بشن ولی ذاتاً همونی که از بچگی بزرگ شدن باشه. خیلی خوب، رسیدیم به بخش زیبا مموشی پسند و گوگل مگولی ماچ کردن. یه کامنت فرزاد جوکر نوشته که یاشار بچه دکتر از وقتی از صاحب خونگی برکنار شد مریض شده، میگه آمو شکم من بد درد میکنه. بنده خدا روش تاثیر گذاشته. آیلار محتشم نوشته که مموشی وحید دوست پسر کوثر عزیزی دوست یاسی 2 هست و فرناز رو کاملا بازی داده تو برنامه. اطلاعات. رونا کاسا نوشته که آخه چش قلبی صورت قلبی غیرتی شده رو ما چشم ستاره خنده لبگلی. مرسی که حواست به ما هست که چیا میبینیم. روح خم به ابرو تفکر خنده ملح جشن بوس قربانشم فدایشم قربانشم. علیرضا نوشته که سپیده میخواست ادای محبود در بیاره. خودش تو برنامه گفت محبود دیدی طرفداری کرو از ترانه، دیدی طرفداری کرد از ترانه دیگه. ای بابا میگم این حواستون باشه درست میشه بعد بفرستید گوش نمیکنه. کیتی گرل نوشته که نه تنها واسه این فصلی که یه هفته داخل برنامه بود، حتی برای افشاگری فصل 3 هم میتونید روی نازنین حساب کنید. خند نمیشم میگم. شاید آقولی نوشته که سلام مموشی قلب، دلم برات یک ذره در هم بوس شش قلبی چش. خانم رقاص لبگلی گریه تعجب سلام منم همینطور. حسین ایرانی نوشته که مموش جان 2 تا کامنت هم از پسرا بخون به خدا ما هم دل داریم. خند آقا ای بابا ما که بین پسر و دختر فرق نمیذاریم. علیرضا نوشته که یه سال تو همون خواننده آهنگ جعفر نیست آیا قلب خنده؟ میتونم باشم. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. قربون چشتون برم، از چشاتون مراقبت کنید و تا ویدیوی بعدی از جمالتون خدا نگهداری میکنم. بنده از این کار چیز به لیفت میدم، از این کار این کثافتا حاشیه نمیسازم. ما میام اینجا ویدیو بسازیم. خب بی حاشیه باره یه کاری بکن که بزن تو گوشه که حاشیه بشه. بی حاشیه ها.